муроҷиати пайвастаи сокинони шаҳри Бохтар дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар бораи дер бардоштани партовҳо аз назди хонаҳо ва тозаву озода набудани кӯчаҳо мунтазам нашр мешавад. сокинон ин мушкилотро дарди кӯҳна меноманд. мақомоти шаҳр танқиди сокинонро мебинанд ва мушкилро эътироф мекунанд, аммо сабаби асосии онро дар камбудии мошинҳои махсуси партовкашӣ дар дохили шаҳр медонанд. ضمن یک عملیات ریاست کارهای داخلی و بخش محیط زیستی ولایت ختلان در شهر باختر معلوم گردید که افلاسی شهر در نتیجه بی اهمیتی بعضی نهادها و مسئولین رخ داده است. پلیس ختلان در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که علیه برخی افراد برای سهلنگاری در تازگی شهر پرونده‌های مأموری باز شده است. از جمله کمال دادابایف مدیر باغ به نام رحمان مورچایف یک گوشه باغ را خودسرانه به پرتوگاه تبدیل داده مدتی دراز تازه نکرده است. همچنین میرزا مراد قوتوف سرمهندس اداره کمونالی در برداشتن پرتوها سهلنگاری کرده است. نظر شخصانی که جریمه پرداخت کردند دسترس نیست و مقدار جریمه نیز ذکر نشده است. اما ساکنان بر اینند که خود مردم نیز باید در تازه نگه داشتن کوچه ها و خیابان ها مسئولیت داشته باشند. عامل افلاس‌های اصلا همون آدم بی تربیت. همین آدم تربیت داشته باشه افلاس هم نمیشه. آدم اگر تربیت داشته باشه کمبودی هم نمیشه. اصلا عامل اساسی اویله میشه. ساکنی دیگری باختر گفت که بسیار وقت کودکان را برای پرتافتن پرتوها میفرستند که آنها پرتوها را در جایهای نامناسب میگذارند. هایی که مردم کلان ای هم کودکاش میته، همه کودکاش میبرن خیلی میپرتوه. آدم کلان این کارو نمیکنه. همه کودکا میکنه. چه آتش برای هم خیلی تربیت دادگیه. اول آتش باید تربیت بده که بچه‌م مثلا همین جایش پرتو. مقامات انتظامی افلاسی شهر باختر را به بی‌مسئولیتی برخی افراد ربط می‌دهند، در حالی که ساکنان نظر دیگر دارند. اما دولت علی سعید رئیس ولایت ختلان از دزدی پول بودجه خبر داده است که باید برای تعمیر ماشین‌های پرتوکشانی استفاده می‌شد. او گفت از 300,000 سامانی که برای تعمیر ماشین‌ها جدا شده بود 70,000 سامانیش را دزدیدند.